ماشاءالله. بسم الله. ماشاءالله. اینا بین یک نمود بسم الله و ماشاءالله میگن که آدم دیدگی فکر میکنه اینا یگان اولیاان. زن و شوهرایی که بلاگری میکنه از الله بترسه. این کار شما حرام است. چگونه زنی به حجاب نوار میگیری و به نمایش میگذاری؟ در پستل خواب رفتنشم نوار میگیری و تمام پختنشم. بلکه تمامی کار و باری درون خانه تان به نمایش میگذاری. خانه برای آن است که هر کاری که در خانه میشود از چشم مردم باید پنهان باشه. خانه انسان نباید پرزرشنی باشد که مردم درونش دیده توانند. برای چی تریزه های هر یک خانه پرده دارد؟ خانه شما چنان پرزرشنی که تمام کار و بار شما در نمایش است. فقط توالت رفتن و حمام درآمدنش مانده که کدام روز هموشم به نمایش میگذاری. اون یک بلاگروش حتی تولد کردن زن شنوار گرفته به نمایش گذاشته. برادر و خواهر عزیز، الله در خاندان شما برکتش نازل کنه. فرزندان شما را نگه بداره. یک بار از یگان عالم دین پرس که به حجاب به نمایش برآمدن زن چه حکم دارد؟ همین کارهایی که میکنی از روی شریعت چه حکم دارد؟ این بسم الله و ماشاءالله فایده نداره. زنت که به حجاب به نمایش برآید و تو چیزی نگوی دیوس میشه. از الله بترس.